ایران در پی حملات مرگبار اخیر اسرائیل امروز را عزای عمومی یک روزه اعلام کرد. بر اساس گزارش‌ها ادارات دولتی تعطیل و پرچم‌ها نیمه افراشته شدند. در حملات اخیر اسرائیل بر لبنان دست کم 254 نفر کشته و 1165 نفر زخمی شدند. همزمان با این معاون رئیس جمهور آمریکا اعلام کرده است توافق آتشبس با ایران که شامل لبنان نیز شود حاصل نشده و تنها درباره ایران و متحدان آمریکا در منطقه به توافق رسیدند. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا اعلام کرده است نیروهای این کشور تا اجرای کامل مفاد توافق اصلی در مناطق اطراف ایران باقی خواهند ماند. او هشدار داده است در صورت اجرا نشدن توافق حملات اثر گرفته می شود و این بار بزرگتر و قوی‌تر خواهد بود. ترامپ تاکید کرده است ایران نباید به سلاح هسته‌ای دست یابد و امنیت تنگه هرمز باید حفظ شود. آقای ترامپ همچنان گفته است همه کشتی‌ها، هواپیماها و نیروهای آمریکا در منطقه با تجهیزات لازم آماده مأموریت‌های آینده خواهند ماند. در همین حال رویترز گزارش داده است که بیش از 50,000 نیروی آمریکایی تحت فرماندهی ستاد مرکزی ارتش آمریکا یا سنتکام در خاورمیانه مستقر شدند و این تعداد همچنان در حال افزایش است. به گفته مقام‌ها روند انتقال هزاران نیروی تفنگدار دریایی از سندیگو به منطقه نیز در حال انجام است. کارولین لویید سخنگوی کاخ سفید اعلام کرده است که رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا یک هیئت عالی رتبه مذاکره کننده را به رهبری معاون رئیس جمهور و با حضور جود کوشنر برای انجام گفتگوها در پایان هفته جاری به اسلام آباد اعزام می‌کند. می توانم اعلام کنم که رئیس جمهور ایالات متحده تیم مذاکره کننده خود را به رهبری معاون رئیس جمهور نماینده ویژه در امور مأموریت‌های سال و جرد کوشنر برای انجام مذاکرات در این آخر هفته به اسلام آباد اعزام می کند. محمد ویشه خبرنگار الجزیره در حمله پهپادی اسرائیل در غرب شهر غزه کشته شد. به اساس گزارش‌ها با کشته شدن او شمار خبرنگاران الجزیره که از آغاز جنگ جان باختند به دست کم 12 نفر رسیده است. الجزیره این حمله را تلاش برای هدف قرار دادن خبرنگاران و جلوگیری از انتشار حقیقت دانسته است. همچنان اتحادیه خبرنگاران فلسطینی اعلام کرده است در ماه مارس ده‌ها مورد نقض ثبت شده و از آغاز جنگ تا کنون بیش از 260 خبرنگار کشته شدند. رسانه‌های پاکستانی گزارش دادند که پلیس پاکستان 3 خواهر عمران خان، نخست وزیر پیشین این کشور را در برابر زندان ادیاله و در جریان تجمع اعتراضی حزب تحریک انصاف بازداشت کرده است. این تجمع روز سه‌شنبه در اعتراض به ادامه بازداشت عمران خان و محدودیت‌ها بر دیدارهای خانوادگی برگزار شده بود، اما پلیس برای کنترل اوضاع معترضان را متفرق کرده و شماری از هواداران و رهبران حزب را نیز بازداشت کرده است. در میان بازداشت شدگان عالیه خان، دکتر اعظمی خان و نوری نیازی خواهران عمران خان نیز شامل هستند. در پی تشدید تنش‌ها در منطقه همزمان با افزایش بهای نفت برنت به بیش از $120 رسیده است. با گزارش CNBC حملات هوایی اسرائیل به مناطق مختلف لبنان ده‌ها کشته و زخمی بر جا گذاشته و همزمان یک پهپاد اسرائیلی در خوزستان ایران سرنگون شده که در نتیجه آن یک کودک جان باخته و چند تن دیگر زخمی شدند. رویدادهایی که نشان می‌دهد آتش بس نتوانسته از گسترش بحران جلوگیری کند.